سلام. این ویدیو در پاسخ به سوالی که خیلی از دوستان از من پرسیدن در کامنت ها ساخته شده، چون اونجا خیلی وقتا جواب دادم ولی فکر کنم کافی نبوده، شاید رسا نبوده، همه متوجه نشدن. دوستان زیادی از من پرسیده بودن که چطور ویدیوها رو به ترتیب توی کانال پیدا بکنن، یا اون شماره‌ای که مد نظرشونه یا عنوانی که مد نظرشونه پیدا کنن. شاید برای خیلی‌ها این موضوع روشن باشه ولی برای خیلی‌ها خیلی روشن نیست. پس این ویدیو در جواب به اون دوستانه که نمیدونستن چطور ویدیوها رو پیدا کنن. این ویدیو هیچ نکته دستور زبانی نداره، در مورد گرامر زبان فنلاندی نیست اصلا، فقط برای پیدا کردن ویدیوها به ترتیب در کانال منه. خب حالا ببینیم وقتی وارد یوتیوب میشین ویدیوهای خیلی مختلفی توش هست. ویدیوهای منو به ترتیب اونجا نمیاره. شما اگر میخواید ویدیوهای منو به ترتیب ببینید باید وارد کانال من بشید. اینجوری که اسم کانال رو میزنین، حتی اگر ویدیو رو تصادفاً نبینین، ویدیوهای منو اسم کانال رو میزنین که هست سومی پیست کیلی اوپی. من الان توی یوتیوب خودم هم نیستم، توی کانال دیگه ای هستم. اسم کانال رو میزنین. خب ببینین همینجا اسم کانال رو میاره و هم چند تا از ویدیوهای منو میاره. ویدیوهای دیگه هم هستن در مورد آموزش زبان فنلاندی، ولی ویدیوهای منم میاره. مثلا این یکی رو، هر ویدیویی که به تصادف میاره شما میتونین رو اون ویدیو بزنین واردش بشین. میتونین اینجا رو اسم من بزنین، اسم کانال، و وارد کانال بشین تو پروفایل من. حالا شما وارد ویدیو بشین، حتی میذارین روی ویدیو، وارد ویدیو میشین. خب این ویدیو باز شد ولی بازم توی کانال من نیستین، شما توی یوتیوبین هنوز. ببینید ویدیوهای دیگه هم هست. برای اینکه وارد کانال بشین باید روی اسم کانال بزنین کنار عکس من. روی اسم کانال میزنین، الان وارد کانال من میشین. این توی کانال منه. بازم ویدیوها ممکنه کامل به ترتیب نباشن. برای اینکه همه رو به ترتیب ببینین میزنین روی ویدیوها. اگر گوشیتون یا لپتاپتون به فارسیه، باز به فارسی نوشته ویدیو. اگر به فنلاندی، باز نوشته ویدیو. میزنین روی ویدیو. خب اینجا ببینین این ویدیو آخرم، شماره 42 41 40 به ترتیب ویدیوها رو گذاشته تا میره پایین. همه ویدیوها به ترتیب هستن. اگر دقت کنین تا میره پایین میرسه به اولین ویدیوها. شماره 1 شماره 2 3 4 به ترتیب همشون هستن. پس تو قسمت ویدیوها تو خود کانال اسم کانال هست سومی کیلی اوپی. خب امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه و از این به بعد دوستان بتونن به راحتی هر ویدیویی که مد نظرشونه پیدا کنن. اینجا هم شماره ها هست هم اسم ویدیوها که معلوم میکنه راجع به چیه. ممنونم از همراهی شما.